بیادت شدید! بیادت شدید! بیادت شدید! تو بیامورو و به کدریم به درک وزن میشید بیادت شدید ناموسه ازت رفت بیادت شدید! بیادت شدید! بیادت شدید! بیادت شدید! بیادت شدید! بیادت شدید! خود ازمون دور کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از میان شما اگر دو نفر مرتکب گناه فحشا بشوند برای مجازات آنها کوشا باشید. این زن این مرد را تحریک کرده است و مسبب گناه شده است. ای مسلمانان، شریعت خدا یعنی قانون الهی را اجرا بکنید. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! اکنون وقت مجازات این دو فرد گناهکار فرا رسیده است. آنها را از گناهانش پاک کنید و به آخرت بفرستید. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! اکنون سنگ اول را پدرش پرتاب بکنه تا ثوابش نصیبش بشه. عجله کن ای حسین. غمگین نباش رها. تو بهشت منتظر من باش. بابا من بیگناهم. ترسو نباش، تو در نهایت یه دختر گناهکاری. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! تو یه زن فاحشه‌ای. این فاحشه رو باید بکشی بی‌ناموس. بکشید این بی‌ناموسو. تو یه بی‌عفتی. بکشیدش. بایستین، نزنین. شماها چی کار دارین میکنین؟ این دختر بیگناهه. این مرد بی ایمان تمام عفت این دختر رو به زور تصاحب کرده. نکنین. به خودت بیای زن، تو چه کار میکنی؟ رد شو از اینجا. ما داریم وظیفه‌ای که خدا به ما داده رو انجام میدهیم. خدا نمیگه که انسان‌های بیگناه رو بکشین. خدا نمیگه با پرتاب کردن سگ خشونت بپا کنین. تو چی میگی ای زن؟ تو میخوای حکم الهی رو عوض کنی؟ ما داریم شریعت خدا رو اجرا میکنیم. در قرآن یه همچین آیه‌ای هست آقای نوح؟ نه، چون وجود نداره. اینها همه حکم شما هاست. خداوند در سوره مبارکه مائده میفرماید هر کس انسانی را بکشد انگار تمام انسان‌های بشریت را کشته است و هر کسی که زندگی یک انسان رو نجات بده انگار که تمام دنیا رو نجات داده. پیامبران ما با دلایل بسیاری و آشکاری اینو به مردم گفتن، ولی همه اونها مثل شما دارن اینو انکار میکنن. تو با این ذهن زنانه چی میدونی از قرآن؟ آقای امام، آیا در قرآن همچین حکم الهی وجود داره؟
هیچ گناهی نداره. همتون میدونین. البته اینجا یه گناه است. این شخص گرچه گناه دارد، رانی از این به بعد تمیز نیست. ما عدالت را میخواهیم. عدالت؟ برابری یعنی عدالت؟ اگر اینجور هست شما هم به اندازه او کودک غذا بخور. تمام درآمدت را با این مردم تقسیم بکن. آن وقت می شود عدالت. کشتن این دختر جنایته. آیا شما میخواین تو این جنایت شریک بشین؟ انسان برای یک زندگی جاودانه باید تمام تصمیماتش عادلانه بگیره. شما غیر از این میدونین؟ خودش راضی بود. اگه راضی بود جای اون ناخونه تو صورتت چیه؟ بیرون بازی کنید دایی جون. پدر بزرگ مریضه. تمامی اهل ده سالیان سال میخوان بدونن تو دستیت چیه. چرا به من داری اینگه؟ خب رفتار میکنی. مرحمت بابچم، مرحمت برای هر ملوک بهترین هدیه است. اسما این درخت رو بیشتر از این قنچه دوست داری؟ دوره تشیره دوستانه اینه چطور میسرم میشه دست را بکنجه آسیاد بیده خوش میسرده اگه آبش با کلمه دهش میشه خوش میشه
عجله برای ثبت مادر همیشه اینجا بودم. تو یه زن فاحشه ای. این فاحشه رو من بکشی بی‌ناموس. باید بمیری. یا عادل یا رحیم